فضای صلح و امن، در یک فضای آسایشته، در یک تاجیکستان بهشت‌آسا عمر به سر میبریم، باید فراموش نسازیم که این امنیت و این پیشرفت ها محض توسط تلاش های شبانه روزی و جانفدایی ها و از خود گذشتن های سرور دولتمان محترم امام علی رحمان به دست آمده است. آن محبوبیت، آن صمیمیتی که نسبت به این ملت داشتند، در نهاد سرور دولت بودند، توانستند که برای تمام جامعه تاجیکستان اهدا نمایند و تمام ملت را در فضای وحدت و یگانگی جمع آورند. پیش از همه از آش آشتی شروع نمودند تا سر یک خان مردم پریشان گشته تاجیک را، قوه های به هم زید مخالف را سرجمع نمایند، در ذهن تمام ملت تاجیک جا نمایند که این دولت تازه بنیاد، این تاجیکستان را که نخستین قدم های خیش را در جاده استقلالیت می نهاد، برای صلح و ثبات تامین نمودن کسی دست مدد دراز نمی کند به جز نفران بومی، آن نفرانی که به واسطه برای آینده ملت خود توجه ظاهر می نمایند. واقعا غم این ملت را می خورند، خود تاجیکان هستند، یعنی صاحب زبانان، صاحب دولتان. ما تاجیکان باید پیش از همه کمر همت ببندیم و دست به دست همدیگر گرفته برای اعمار تاجیکستان نوین، تاجیکستان صاحب استقلال قدم های استوارانه پیش گذاریم. خوشبختانه طی 33 سال استقلالیت دولتی ما مشاهده می نماییم که تمام زحمت و تلاش های سرور دولت نتیجه دادند. در تمام جبهه ها، تمام قشره های جامعه خلق تاجیکستان توسط سیاست خردمندانه، دوراندیشانه، ادب پرورانه، فرهنگ دوستانه جناب عالی رو به رشد آوردند.